نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. درود الشريف محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه قلم هست که قبل از این سوره ملک تبارک الذی بیده الملک که در درس دیروز خوانده شد سوره ملک. ابتدا مناسبت این سوره با سوره گذشته در سوره ملک ثابت شد که اون ذاتی که برکات میده، برکات دهنده فقط و فقط ذات الله عز و جل هست و در این صفت هیچ کسی با خدا شریک نیست. کسی دیگه نمیتونه به ما برکات بده در مال ما، در جان ما، در رزق و روزی ما، در اولاد ما. لذا کسانی که از جاهای دیگر برکات میخواهند حاصل بکنند، در واقع هیچ جای دیگه برکتی نیست. نه در خاکی هست که کسی بخواد خاکی را تبرکن بخورد، نه در چیزی دیگه. اون چیزهایی که برکاتی که مردم دنیا اعتقاد دارند، الله فرمود تبارک الذی بیده الملک، اون ذاتی که به دست او پادشاهی مطلق است، برکات هم به دست او هست. وقتی که این توحید فی البرکت در واقع ثابت شد در سوره ملک، حال در سوره قلم ما میخوانیم که مشرکین دوست دارند شما مقداری در موضوع توحید از خود نرمش نشان بدهید، اما ای پیامبر شما هرگز نرمش نشان نده و شما اونها را اطاعت نکن، شما از اونها حرف شنوی داشته نباش. بس در ادامه همون موضوع الله عز و جل در این سوره بیان می‌فرماید که آنان می‌خواهند نرمش نشان بدهند. این سوره قلم هست به دلیل اینکه الله عز و جل در آغاز این سوره به قلم سوگند خورده. نون والقلم و ما یسطرون. کلمه نون از متشابهات است، گرچه بعضی گفتن مراد از نون قرآن است، یعنی نور. بعضی ها
این را مخفف از کلمات دیگه دانستن که تو تفسیرها خیلی بحث است، اما بهتر اینه که این را به خدا حواله کنیم. بسیاری از کلمات هستند که بغیر از الله عزوجل کسی نمیدوند معنایشون را، مرادشون را، فلسفهشون را. همونطوری که ما بسیاری از اعمال و از عبادات را انجام میدهیم، بعضی ها فلسفهشون را ما میدونیم، بعضی ها نمیدونیم. مثلا نماز میخونیم، میدونیم یعنی چه. نماز مظهر عبدیت است و نماز مظهر پرستش خدای عزوجل است. به وسیله نماز ما داریم نشون میدیم که خدای ما بنده ایم و تو معبود، ما تو رو پرستش میکنیم، ما در مقابل تو کرنش میکنیم. بسیاری از عبادات هست ما میدونیم یعنی چه و چرا. همچنین مثلا زکات میدیم، میدونیم که فلسفهش چیه. فلسفهش اینه که یک قشری از جامعه که خدا به اونها داده، اونها با دیگران همدردی بکنند، اونها به بینوایان برسند، اونها خوشیهای خودشون را و داراییهای خودشون را تقسیم بکنند، بخشی به اونها بدن. جهاد همچنین، به خاطر اینکه از مظلوم دفاع بشه، به خاطر اینکه هیچ ظالمی بر مظلوم ستم نکنه. اکثر احکام را ما فلسفهشون را میدونیم، اما خیلی از احکام هستند که ما انجام میدیم ولی نمیدونیم چرا. فلسفه را نمیدونیم. مثلا وقتی که حج میکنیم بین صفا و مروه ما شوط میدیم، میدویم، سعی میکنیم، نمیدونیم چرا. چون الله دستور داده. الله که دستور داده ما هم میگیم اطاعت، ما هم فرمان میبریم. پس همانطوری که بسیاری از احکام الهی فلسفهشون معلومه و خیلی هم هستن ما انجام میدیم ولی فلسفهشون را نمیدونیم. وقتی که موزه را مس میکنیم بالای موزه مس میکنیم، چرا پایین موزه را مس نمیکنیم؟ نمیدونیم. چنین آمده در شرع مقدس آمده، لذا هر چیزی را لازم نیست بدونیم. در بعضی جاها ما عبد محض باشیم، بنده محض باشیم، میدونیم یا نمیدونیم، متوجه هستیم یا متوجه نیستیم. لذا در بسیاری میدانها و موارد لازمه که ما چیزهایی را ندونیم و فقط الله عزوجل بدونیم. لذا علما نوشتند این حروف متشابهات از این قبیل هستند. خیلی چیزها را شما میدونید یعنی چه. ان الله علی کل شیء قدیر، میدونی یعنی چه. اما الف لام میم نمیدونی یعنی چه، نون نمیدونی یعنی چه. اینجا باید بگیم خدایا ایمان داریم، هر چی که منظورت هست قبول داریم و ما را جز مؤمنین بنویس. لذا اینها در واقع این نوع متشابهات محک هستند برای ایمان ما که چه اندازه تسلیم میشیم، چه اندازه دنبال میکنیم و دنبال یک سری چیزهای بیجا. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونایی که دلشون کج باشد اونا دنبال میکنن متشابهات را، ایراد میکنن، اعتراض میکنن یعنی چه، چرا گفته شده چیزی که معنیش را نمیدونیم. خیلی ها هستند امروز همین انتقادها را میکنن. اما با توجه به این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم لازم نیست همه چیز را بدونیم. ما بنده اللهیم و الله که احکم الحاکمین از اینها را داره به ما میگه. الله سوگند یاد کرده به قلم، والقلم و ما یسطرون. سوگند به قلم و سوگند به آنچه که قلم می نویسد. منظور از قلم کدوم قلم هست؟ علما در این رابطه بحث کردند. خیلی ها گفتند اون قلمی که در لوح محفوظ هست، اون قلم مقدسی که همه مقادیر را نوشته، همه تقادیر را نوشته، همه اون چی که انسان ها در دنیا و در آخرت با اون مواجه میشن همه را نوشته. اونی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود جف القلم، که قلم خشک شد، یعنی قلم هر چی نوشت دیگه تمام شد. لذا بعضی میگن اون قلم مقدس مراد هست، الله او را شاهد میگیرد، به او سوگند میخورد، یعنی او را شاهد میگیرد بر آنچه که در آینده میآید، جواب قسم میآید. بعضی میگن مراد از این قلم
قلم فرشتگان هست، کراما کاتبین هست، اون قلمی که حسنات و سیئات ما را می نویسد. در واقع نوعی تلنگر هست به ما که ای انسان مواظب باش، قلمی هست هر حرکتت را می نویسد، هر چی میگی می نویسد، هر چی میکنی می نویسد. اشتباه هست، درسته، ثواب، گناه هست. لذا بعضی میگن اون قلم هست و بعضی میگن نه، قلمی که انسان ها باش می نویسند، چون این قلم هم تقدس دارد. این قلم هم یکی از ابزار و یکی از آلات علم و دانش هست، یکی از اسبابی هست که به ما علم نشون میده، ما را به معرفت میرساند. به هر حال الله عزوجل سوگند یاد میکند به قلم و ما یسطرون و آنچه که مینویسند. تفسیر مظهری اینجا گفته منظور از القلم و ما یسطرون، قلم و آنچه که مینویسند ای الحفظه الذين يكتبون اعمال بنی آدم. مراد از این حفظه فرشتگان هستند که اعمال بنی آدم را مینویسند. و بعضی گفتن العلماء الذين يكتبون علوم الدین، منظور علمایی هستند که علوم دین را مینویسند. اگر علما بگیریم مراد، اگر فرشته بگیریم، هر دو درسته. یعنی فرشتگان هم شاهدند، اهل علم هم شاهدند. ما انت بنعمت ربک بمجنون، ای پیامبر محبوب من، به نعمت ربت، به فضل محض پروردگارت تو دیوانه نیستی. این در مقابل اون کفرگویی های مشرکین بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را گاهی دیوانه می گفتن، گاهی نسبت های ناروای دیگه به آن حضرت صلی الله علیه و سلم می دادن. اول الله عزوجل به صورت مؤکد با سوگند، بعضی گفته اینجا 3 تا سوگند هست. یکی نون، قسم به نون، حقیقت نون را الله می داند. والقلم، قسم به قلم. و ما یسطرون، قسم به اون مطالب زیبایی که قلم اونها را به نگارش در می آورد. به 3 چیز الله سوگند یاد کرده که ای پیامبر من، ای پیامبر محبوب، ما انت بنعمت ربک بمجنون، به فضل محض پروردگارت و با نعمت پروردگارت تو دیوانه نیستی. دیوانه اینها هستند که نمیفهمند، تو را درک نمی کنند. و ان لک لاجرا غیر ممنون. ابتداء الله عزوجل حبیب خودش را تسلی میده با اجر و پاداشی که اون اجر و پاداش تا دنیا هست قطع نمیشه. الله می فرماید و ان لک لاجرا غیر ممنون، ای پیامبر برای تو اجر و ثوابی هست غیر ممنون، ای غیر مقطوع بنویسید، قطع نمیشه، تمام نمیشه، برای همیشه و همیشه هست، تا دنیا هست. شما مسلمان ها، شما ارادتمندان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و پیروان و امت های ایشون تا زمانی که هستند، آن حضرت در اعمال، حسنات و ثواب همه شریکه. هر یکی که درودی میخواند اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میخوانیم، چه حسناتی و چه خیراتی به حسنات ایشان و به اجر و پاداش ایشون اضافه میشه. لذا هرچی که انسان ها عمل نیک انجام میدن، هرچی که اخلاق خوب تو دنیا هست، کردار خوب تو دنیا هست، اینها تمام در واقع بر اثر تعلیمات انبیا و بالخصوص بر اثر تعلیمات گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. انسانی که این همه زحمت کشید برای بشریت، برای دنیا، لذا تا تو دنیا خیر هست، تو دنیا خوبی هست، تو دنیا نام الله هست، اجرش برای او نوشته میشه. و ان لک لاجرا غیر ممنون، ای ثوابا ما تحملت من اثقال النبوة، اجرها و ثوابهایی که به برکت نبوت و دوشی که مسئولیتی که به دوش گرفتی از نبوت، اون برایت نوشته میشه. و انک لعلی خلق عظیم. اینجا الله عزوجل از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکند. ای پیامبر من، همانا تو بر اخلاق بسیار عظیمی هستی.
اخلاق بسیار عظیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اخلاق عجیبی داشت. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها را وقتی که پرسیدن که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود، فرمود که کان خلقه القرآن. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن بود. یعنی هر چی که محاسن، زیبایی ها، اعمال خوب، صفات نیک شما در قرآن میبینید، اخلاق پیغمبر همین ها بود. صفات مال متقیان الله بیان میفرماید، مال مؤمنان بیان میفرماید، مال اهل بهشت بیان میفرماید و صفاتی که هر مؤمن باید داشته باشد. همه اینها را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داشتن. خودشون هم اخلاق داشتن و ما را هم توصیه کردن به اخلاق. حضرت انس رضی الله تعالی عنه، یک نمونه کوچیکی، حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید 10 سال در خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودم. اون زمان در خدمت رسول الله بود که سنش پایین بود، کوچک بود، تا جوانی، از 10 سالگی تا 20 سالگی. انس خادم خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم. میفرماید در ظرف این 10 سال یک روز برای من عصبانی نشد، یک روز مرا سرزنش نکرد، توبیخم نکرد، هرگز با من تند نفرمود و تند نگفت. گاهی انس بچه بود و گاهی غفلت میکرد، فراموش میکرد، کاری را انجام نمیداد. حتی میفرماید روزی مرا برای کاری فرستاد، من رفتم تو راه، تو مسیر مشغول شدم و نرفتم برای کارم. دیدم بعد از لحظاتی آن حضرت پشت سرم هست و به من میگه انیس، یعنی انس کوچولو، اینجا چی کار میکنی؟ لذا میگه که این کلمه را به من گفت، چیزی دیگه به من نگفت. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار خوشخلق بود و ما امتی ها را هم توصیه به اخلاق خوب کرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ای امت من، ای بندگان خدا، با هم دیگه حسد نکنید. اینا اخلاق بدند. با هم دیگه حسادت نکنید، با هم دیگه بغض داشته نباشید، نسبت به هم دیگه پشت ندید، با هم دیگه قهر نباشید و برادران باشید، بندگان خدا و با هم برادر باشید، محبت و مودت داشته باشید. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم دارای اخلاق کریمه و دارای اخلاق بسیار خوبی بود. حتی ما را توصیه کرد که اخلاقمون نسبت به زنها که قشر ضعیفتری هستند معمولا، نسبت به اونها خوب باشه. فرمود خیارکم لنسائکم، بهترین شما اونهایی هستند که نسبت به زنها بهتر باشند. و فرمود که من نسبت به اونها اخلاق نرم و رفتار خوب دارم. لذا در حدیث دیگه فرمود نزدیکترین شما به من کسانی هست که احسنکم اخلاقا، اخلاق زیباتر و اخلاق نیکوتری داشته باشند. لذا الله عزوجل از این صفات تعریف می‌فرماید. اینها در واقع معیار نجات ما هم در این دنیا و هم در اون دنیا خواهند بود. اخلاق خوب. الله می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، همانا شما دارای اخلاق بسیار عظیم هستید. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. الله عزوجل میفرماید در زمان قریب، در زمان نزدیک هم تو میبینی و هم دشمنان تو خواهند دید که بأیکم المفتون. از شما دیوانه کی بود؟ اونها به شما میگفتن، شما را به دیوانگی متهم میکردن، اما دیری نخواهد گذشت که معلوم میشه دیوانه اونها بودند یا شما. وقتی که عذاب خدا بیاد یا وقتی که چشم ببنده از این دنیا و حقایق را ببینن، اونجا میدونن که این پیامبر عظیم الشأن خدای عزوجل دوراندیش بود و ما دیوانه بودیم. بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. همانا پروردگار تو بهتر میداند چه کسی گمراه شده از راه او. آیا مشرکین که هر چیز را عبادت میکنند، یک روزی بت میپرستند،
یک روزی چوب میپرستن، یک روزی ستاره ها را عبادت میکنن، یک روزی دنبال جنات هستن، یک روزی ملائکه را پرستش میکنن، همه چیز پرستن، اونها گمراه هستن. یا شمایی که یک تا پرستید، خدا یگانه را عبادت میکنید. الله بهتر میداند که بمن ضل عن سبیله، چه کسی از راه الله گمراه است و بیراه است و فاصله داره. و هو اعلم بالمهتدین، او بهتر میداند کسانی که مهتدین هستند، بر مسیر هدایتند و بر مسیر موفقیت هستند. لذا الله عزوجل در ادامه میفرماید فلا تطع المکذبین، ای پیامبر این کسانی که دین اسلام را، قرآن را و رسالت شما را تکذیب کردن، شما هرگز اینها را اطاعت نکنید، چون اونها دوست داشتن یک نوعی به وحدت ایجاد بشه. امروزه هم خیلی ها شعار سر میدن، بسیاری از سیاسیون وحدت ادیان. نمیدونیم این وحدت ادیان یعنی چه؟ یعنی بیایم مکس بکنیم، بعضی مشترکاتی که بین ادیان هست اونها را بپذیریم، بقیه را کنار بگذاریم. خیلی ها این انتظار را دارن، انتظاری که اونها هم داشتند. اونها میگفتن بیاییم ما مشترکاتی داشته باشیم، اونجایی که توهین هست به خدایان ما، توهین هست به مقدسان ما، شما اونجا چیزی نگید، اونها را بد و بیراه نگید، ما هم نسبت به خدا احترام میگذاریم. الله عزوجل پیشا پیش تذکر میده پیامبرش را فلا تطع المکذبین، شما اطاعت نکنید تکذیب کنندگان را. ودوا لو تدهن فیدهنون، آنان دوست دارند که شما از خود نرمش نشان بدهید، مداهنت بکنید، حقایق را خوب بیان نکنید تا که اونها هم از خود نرمش نشون بدهند. اینجا یک نکته بسیار مهم است، محل تعمق است، بالخصوص برای اهل علم، کسانی که الله عزوجل این امانت را به اونها سپرده. دین امانت اونهاست که اونها باید اونطوری که واقعیت هست به مردم برسانند. لذا امروز بسیاری از مردم دنیا، اونهایی که اطراف ما هستند، دارندگان حکومت، سیاسیون، احزاب، گروه ها، ادیان مختلف، شاید ما مسلمان ها در کشورهای مختلفی موقعیت های مختلفی داشته باشیم. لذا کسانی که در کنار ما هستند و غیر مسلمان هستند انتظار داشته باشند که ما با اونها به نوعی وحدت داشته باشیم. وحدت ها اگر در زمینه مسائل تجاری باشه، مسائل سیاسی باشه، مسائلی که با دین مربوط نباشه، با ایمان مربوط نباشد، با احکام خدای عزوجل مربوط نباشد، ایرادی ندارد. انسان یک هدفی را دنبال می کند و برای اون هدف میتونه با هر کس همراه باشه. اما چنان وحدتی که در اون وحدت لازمش اینه که ما از خود مداهنت نشان بدهیم. لو تدهن فیدهنون، همینه، از خود نرمش نشان بدهیم. مثلا در بسیاری از موارد ما چیکار کنیم؟ توحید را بذاریم کنار، چون که میدونید همه ادیان دیگر توحید ندارند. مسیحیان چند تا خدا میپرستند، اعتقاد به تثلیث دارند، هم عیسی را میپرستند، هم روح القدس را یا مریم را و هم خدا را میپرستند. یهودیان عزیر را میپرستند و انبیاء خودشون را میپرستند. همه ادیان دنیا آتش پرستان آتش میپرستند. هندوها صدها چیز میپرستند، هزاران چیز میپرستند. لذا هر کس که تو دنیا از بودایی ها بت میپرستند. امکان داره که اینها در کنار ما باشند، انتظار داشته باشند ما در امر عقایدمون در توحید یه مقدار نرمش نشان بدهیم، نسبت به عبادت غیر الله هیچ نوع حساسیتی و واکنشی نشان ندهیم تا اونها هم ما را آزاد بذارند. لذا الله عزوجل چنین مداهنت را به خاطر وحدت و به خاطر اینکه ما به یه سری اهداف دنیوی برسیم، الله عزوجل به هیچ وجه نمیپذیرد. در باب دین نباید هیچ نوع نرمشی و هیچ نوع مداهنتی هیچ کسی
از خود نشان بده. و از اینجا معلوم میشه که حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اختیاراتی نداره در امر دین. هیچ کسی چنان ولایتی نداره. خوب توجه بفرمایید. هیچ کسی چنان ولایتی نداره، نه در امور تکوینی، نه در امور تشریعی، نه در اموری که خدا نازل کرده، همین حلال و حرام، جایز و ناجایز، اینا رو میگن امور تشریعی. امور تکوینی عالمی که دلالت میکند بر توحید خدا و دلالت میکند بر قدرت خدا. در همه امور هیچ کسی ولایت نداره، اختیارات نداره که چیزی را بالا و پایین بکنه، یه حکمی را جابجا بکنه، یه جایزی را ناجایز بکنه، ناجایزی را جایز بکنه، نه به خاطر مصالح حکومت و نه به خاطر هیچ نوع مصلحتی. وقتی که خدای عزوجل به پیامبرش میفرماید که شما اطاعت نکنید و شما از خود چیزی را نمیتونید ایجاد کنید. ما دهها آیه خواندیم، حتی دروس پیش خواندیم، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اجازه نداشتن عسل را که خدای عزوجل حلال قرار داده، این را به خاطر توطئه‌ای که شد اجازه نداشتن او را حرام قرار بدند. یعنی پیامبر خداست، سید اولاد آدم است، امام الانبیا است، اما در احکام خدا اجازه نداره که بالا پایین بکنه، احکام خدا را جابجا بکنه. لذا الله میفرماید اونها میخواهند که شما از خود نرمش نشان بدهید تا اینکه فیدهنون، اونها هم نرم بشن، اونها هم بیان به طرف شما. ولی نه ای پیامبر من، ولا تطع کل حلاف مهین، شما اطاعت نکن از هر اون انسانی که سوگند میخورد و بی ارزش است. گرچه این صفات اشاره به یک انسان بدبخت خاص هست، ولی خب هر زمانی این نوع افراد میتونن باشند. منظور این آیه ولید ابن مغیره هست. ولید ابن مغیره کسی که مغز متفکر مشرکین مکه و قریش مکه بود، کسی که می گفت من هم ایران رفتم هم روم رفتم، من از همه تمدنها و فرهنگا مطلع هستم، من میتونم علیاذ بالله مچ محمد را بگیرم، من میدونم که این کلام را از کجا آورده، از کجا این را گرفته و به عنوان کلام خدا این را عرضه میکنه. اما وقتی که این ولید آمد و کلام رسول الله را شنید، خطبه آن حضرت خان و کلام الله را شنید، این ولید بیچاره دگرگون شد، منقلب شد و حالت خودش را از دست داد. اما این ولید بعد از اون نزدیک بود مسلمان بشه. اون داستانش میاد تو سوره ارز کنم که غالبا قیامه میآید. نزدیک بود که مسلمان بشه که نگذاشتند، ولی بعدن یکی از دشمنان سرسخت شد و یکی از افرادی شد که هی مذاکره میکرد و میگفت که شما باید بر علیه خدایان ما توهین نکنید، چیزی نگی. الله عزوجل خاصتا این انسان را با چندین صفتی که این صفات را که الله عزوجل بیان فرمود آبروی برای این بدبخت نماند. الله می فرماید ای پیامبر من، از این انسان و از این نوع انسانهای پست و از این نوع انسانهایی که صفات رذیله دارند هرگز اطاعت نکن. الله می فرماید ولا تطع کل حلاف مهین، اطاعت نکن از هر اون انسانی که بار بار سوگند میخورد. یکی از علائم منافق هم همینه که خیلی سوگند میخورد. سوگند خوردن و بار بار نام خدا را به زبان آوردن عادت خوبی نیست. مهین، بی ارزش هست، ارزشی ندارد پیش خدای عزوجل. همازن، طعنه زننده هست، عیبجو و طعنه زننده هست، همیشه بر پشت سر مسلمان ها ایراد میگیرد، عیب میگیرد، طعنه میزنند. هستند کسانی که پشت سر اهل دین اونها را مسخره میکنن، به ریششون مسخره میکنن، به لباسشون مسخره میکنن، به نماز و عبادتشون مسخره میکنن، به خطبه و سخنرانیشون مسخره میکنن. کسانی که واقعا مریض باشن، مشکل داشته باشن،
هی طعنه میزنن، بعضی هستن سعی میکنن مردم را بخندانن. لذا الله میفرماید چنین طعنه زن را اطاعت نکن. مشائم بنمیم، کسی که سخنچین هست، دو به هم زن است، انسانها را به هم میندازه، سخنچینی میکند. الله میفرماید از این انسان شما هرگز اطاعت نکن. مناع للخیر، کسی که جلوگیر خیر هست، نه اینکه خودش خیری انجام نمیده دیگران را هم جلوگیری میکند، کسی را نمیذاره که به سوی خیر بره، کار خوبی انجام بده. معتد، انسان متجاوزی هست. اثیم، 10 تا صفت الله بیان فرموده. اثیم، انسان گناهکاری هست که گناه پیشش هست. عتل بعد ذلك زنیم، عتل هست. عتل یعنی بد زبان، بعضی گفتم بد خلق، بد اخلاق، بعضی گفتم بد زبان، همش دشنام میده، همش فحش میده. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم را الله عزوجل دارای اخلاق کریمه و دارای خلق عظیم نامید و دشمنان رسول الله را الله با این اخلاق معرفی میکند. ببین اینها هنر نیستند. خیلی از مسلمان ها هستند که بدترین دشنام ها را به هم دیگه میدن و فکر میکنن که این دشنام دادن این کمالی هست، این هنری هست و هی میخندونن دیگران را، بد و بیرا میگن تا دیگران بخندن. لذا الله میفرماید که شما از این انسانی که سخنچینی اخلاق بد است، طعنه زدن اخلاق بد است، سوگند خوردن اخلاق بد است، مناع للخیر، انسان خودش هم بخیل باشه، دیگری را هم نگذاره که کار نیک انجام بده، این جز اخلاق بد است. معتد، تجاوز کردن، از حد گذشتن در هر چیزی، چه در حقوق الله چه در حقوق العباد، این از اخلاق بد است. گناه یکی از رذائل اخلاق است. عتل بعد ذلك، عتل یعنی بد زبان یا بدخو بودن، این از اخلاق بد است. بعد ذلك زنیم، الله فرمود. زنیم را دو تفسیر کردن، بعضی گفتن زنیم یعنی حرامزاده، بلا نسبت که تو مسجد داری میگه، یعنی از نطفه حرام متولد شده. بعضی این تفسیر را کردن. بعضی گفتن نه، زنیم یعنی معروف در شر و فساد، انگشت نما. بعضی افراد هستن که تو فساد انگشت نما هستن، نامشون را وقتی که میبری فساد به ذهن انسان میآید، شرارت به ذهن انسان میآید، قتل و غارت به ذهن انسان میآید. لذا الله عزوجل از این انسان بدبخت یاد میکند به چی؟ به زنیم، به اینکه انگشت نما هست، یعنی معروف است در شر و فساد. لذا از این نوع انسان هایی که دارای این رذائل اخلاقی هستند، ای پیامبر محبوب من از اینها اطاعت نکن. این چرا اینقدر مغرور است؟ ان کان ذا مال و بنین، به دلیل اینکه این دارای مال و اولاد هست، مال زیاد داشت، فرزندان زیاد داشت. بعضی میگن که ولید 10 تا پسر داشت، هر 10 تا جوان بودن و تمام کارهای باغ و دامداری و تجارت و همه کارها را بچه‌اش میکردن، افتخار میکرد. لذا به خاطر این مغرور هست. لذا الله میفرماید از این انسان، با این انسان اصلا مذاکره نکن، اصلا با این انسان ننشین. این اشکالش چی بود؟ علاوه از این صفات رذیله که داشت، این تبلیغات سو داشت. این را ما در اصطلاح تفسیر میگیم جدال بالباطل. تبلیغات سو داشت بر علیه قرآن، به خاطر این میگفت که مردم متأثر نشند. چی میگفت؟ اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، زمانی که بر او آیات ما تلاوت میشه میگوید اساطیر الاولین، افسانه های پیشینیان هستند. حیث افکار مردم را، ذهن مردم را به سمت سوی دیگه میبره. گاهی میگه این هذا الا سحر یؤثر، چون کلام خدا اثرات خودش را داشت، لذا میگفت که این جادویی. همونطور که جادو بر انسان اثر میکنه، این هم اثرگذار هست. گاهی جادو میگفت،
گاهی افسانه های پیشینیان میگفت، گاهی جنون و به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مجنون میگفت. الله عزوجل این بدبخت را، برای این بدبخت وعید بیان میفرماید، سنسمه علی الخرطوم. الله عزوجل میفرماید ان قریب اون خرطومش را ما داغی بر او می نهیم، داغی بر او میگذاریم. خرطوم یعنی بینی، این توهینش هست. نه، وقتی که الله عزوجل میخواد که ذلت اون انسان را و تذکره اون انسان را به شکل یک انسان ذلیل بیان کند، اسم بینی را که بینی در واقع عزت انسان هست. بینی در بسیاری از محاورات معروف هست که بینی در واقع عزت هست و کنایه از حرمت و عزت هست. نام بینی را الله ذکر نمی کنه. کسی را که میخواید ذلیل بکنی بینیش را میبرند. لذا بینی کسی که بریده بشه دیگه اون انسان معلوم میشه، معنیش اینه که با اون انسان بدترین توهین شده، اون انسان واقعا ذلیل شده که بینیش را بریدن. لذا الله عزوجل اینجا حتی نام بینیش را نمیبره، بینیش را تشبیه میده به حیوانی که خرطوم داره، به فیل که خرطوم داره. بعضی حیوانات دیگه هم دارد مثل خنزیر، بیشتر اینجا مراد اون خنزیر هست که اون هم خرطومی داره. خرطومش ولو این که مثل فیل بزرگ نیست ولی کوچک هست. لذا الله عزوجل میفرماد بر اون خرطومش ما داغی میگذاریم. داغی میگذاریم یعنی چه؟ بعضی گفتن مفسرین این وعید دنیوی هست، این تخویف دنیوی هست، یعنی تو همین دنیا ذلیلش میکنیم، خارش میکنیم. و بعضی گفتن نه، این تهدید و تخویف اخروی هست. الله عزوجل در آخرت این بدبخت را چنان عذابی میده که از همه جهنمی ها این پسترین و بیشخصیت ترین خواهد بود. یعنی هر کس میدونه بقیه از او تنفر میکنند و بقیه شکر سپاس میگن که مثل او نشدند، چنان الله ذلیلش میکنه. الله عزوجل میفرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. یک نمونه از تخویف دنیوی، این که مال و منال داره، این که فرزند و اولاد داره، اطرافش جلساتش گرم هستند، این که کمالی نیست. مادیات را و این نوع چیزها را الله عزوجل یک شبه از بین میبرد. لذا هیچ انسانی مغرور نشه یه وقتی که من این همه دارم. الله عزوجل به اون در واقع تذکر میده که ببین افرادی بودن مثل تو مغرور، اما یک شبه الله عزوجل همه دارایی هایشون را از اونها گرفت. لذا برای ما مسلمان ها هم باید این تذکری باشد که اون چی که باعث فخر ما باید باشه، باعث مباهات باید باشه، ایمان و قرآن و دین و تقوا باشه، نه بقیه مسائل مادی. چون مادیات میاند میرند، یک شبه میاند یک شبه میرند. این تجارب را شما بیشتر دارید. الله میفرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. همانا ما آنها را آزمودیم، امتحان کردیم، همان گونه که ما امتحان کردیم صاحبان باغ را. چند نفر بودن یه باغ داشتند. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. سوگند خوردند که سر صبح میوهایش را، سر صبح به وقت سحر میوهایش را میچینیم تا اینکه هیچ کس مبتلا نشه. اونطوری که در تفاسیر نوشتند یک انسان صالحی بود در از کنن که یمن، در بلاد یمن، در یکی از شهرهای یمن، اونجا یه باغی داشت. باغش محصولات بسیار زیادی داشت، باغ بسیار بابرکتی بود. و این هر وقتی که موسم میوهاش میشد، هر نوع میوهایی داشت، این قبلا اعلام میکرد فلان روز من میرم برای میوه چینی. همه فقرا، همه مساکین، همه نیازمندان، همه اونجا سهمی داشتند. احساس میکردن این باغ مال همه ما هست. میشه بنده میگم خوشا به حال
اون سرمایه‌دارانی که فقرا احساس میکنن این سرمایه تنها مال او نیست، مال همه ما است، چون همیشه خیرش به همه میرسه. فقط سرمایش اختصاص به خانوادهش نداره، به همگان داره. هر فقیری، هر یتیمی، هر مسکینی دلش خوشه که فلان داره، کارخانه داره، سرمایه داره، تجارت خوب داره، هر چی که بیشتر نفع ببره نفعش به ما هم میرسه. لذا این پدر اینطور بود، هر وقتی که میرفت همه مساکین و همه فقرا جمع میشدند و میوه ها را جدا میکرد، سهم اونها را بهشون میداد، سهم زن و بچهش را میبرد، سهم اونی که برای فروش میبرد هم میبرد. زندگی بسیار خوبی داشت. بچه هایش 3 فرزند داشت. همیشه این بچه ها باش درگیر بودند که پدر اون چی که خدا بهت داده چرا اینها را تقسیم میکنی؟ اینا مال ما هستند. ولی اون بچه ها میگفت شما نمیدانید. خلاصه بعد از فوت پدر این بچه ها وارث باغ شدند. اینها وقتی که وارث باغ شدند گفتند که ما سر صبح میریم، وقتی که موسم میوه بود، کسی مطلع نشه که این فقیر فقرا میان، ما از دست اینا چیکار بکنیم؟ ما سر صبح میریم میوه هایمون رو میچینیم، زمانی که تاریک باشه، اول صبح باشه، تا اینکه مردم از خواب بیدار بشن ما کارمون را تمام کردیم. اینها وقتی که با این نیت میخواستن برند، الله عزوجل آفتی آورد. همون شبی مشوره شد، اینا رفتن خوابیدن. اینا خوابیدن، الله عزوجل تمام باغ را خاکستر کرد. چنان طوفانی آورد، بادی آورد که همه‌اش را سوخت و آتش گرفت و بعد خاکستر شد. اینا وقتی که صبح آمدند همدیگر را گفتند، قرآن اینو میگه، همدیگر را آهسته آهسته صدا کردند، گفتند که به قول معروف پچ پچ میکردند و هم یتخافتون. قرآن میگه با هم پچ پچ میکردند که کسی متوجه نشه، بریم زودتر میوه ها را بچینیم. رفتن، وقتی که باغشون رفتن دیدن این باغ مال ما نیست. اول گفتن راه را اشتباه آمدیم، این جای دیگه هست. بعدا وقتی که راست و چپشون را نگاه کردن، این باغ فلانیه، اون باغ فلانی. نه بابا، این باغ مال خود ماست. الان متوجه شدن خدا ما را مؤاخذه کرد. خداوند یک شب همین چیز را از ما گرفت. لذا الله عزوجل این مثال را برای این بیان فرموده که کسانی که مغرور این مسائل باشند و بالخصوص با اهل حق درگیر باشند و در ستیز باشند، الله قادر است یک شب آفت بیاورد. الله می فرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، همانا ما آنها را امتحان کردیم، آزمودیم، همان گونه که اصحاب الجنت را، اونهایی که در صنعاء یمن باغی داشتند، ما اونها را امتحان کردیم. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وقتی که آنها سوگند خوردند، لیصرمن ای لیقطعن، حتما میوه ها را میچینند، مصبحین صبحگاهان، سر صبح میوه ها را میچینیم. ولا یستثنون، استثناء هم نکردند. استثناء چیه؟ بعضی مفسرین میفرمایند استثناء یعنی انشاءالله هم نگفتند. بعضی میگن نه، ولا یستثنون معنیش اینه که پاکی خدا را و تسبیح خدا را بیان نکردند. چون بعدا می آید که قال اوسطهم، برادر وسطی اینجا تذکری بهشون داد، بهشون گفت که لولا تسبحون، چرا شما پاکی و عظمت خدا را بیان نمی کنید؟ چرا شما داری شرک می کنید؟ یعنی مرتکب شرک هم شدند. لذا ولا یستثنون، ولا یستثنون به این خاطر تفسیر قرطبی نوشته قال ابو صالح کان استثناهم قولهم سبحان الله ربنا، سبحان الله ربنا هم نگفتند.
تسبیح و پاکی خدا را از عیوب و از شرکا هم بیان نکردند. ولا یسبحون بقرینت لولا تسبحون، بعضی تفسیران نوشتن لا یسبحون نگفتن. به هر حال فطاف علیها طائف من ربک، الله می فرماید دور زد بر آن باغ دور زننده، یعنی همون آفتی از جانب الله. طائف یعنی آفتی عذابی، من ربک از جانب ربت، و هم نائمون اونها خواب بودند. این آفت که آمد باغ چی شد؟ فاصبحت کالصریم، این باغ مثل سریم شد. سریم چیزی که قطع شده باشد، درو شده هست، یعنی مثل این که درو شده بود، مثل اون باغ، فقط روی زمین تعداد آشغال بود و بس. فتنادوا مصبحین، سر صبح هم دیگر را صدا کردن، ندا کردن. چی گفتن؟ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، این گفتن سر صبح بر کشتزارتون بر باغتون بیایید، ان کنتم صارمین، اگر واقع میخواید میوارد بچینید زود بکنید، زود بریم سر صبح بریم. الله می فرماید فانطلقوا وهم یتخافتون، آنها می رفتن در حالی که می ترسیدن. صدای پایشون آهسته بود یا صداهای خودشون آهسته آهسته پچ پچ می کردن. برای از چه ترسی؟ از کی می ترسیدن؟ از دولت؟ از دشمن؟ نه، از مسکین و فقیر می ترسیدن. خیلی انسان واقعا پست و بدبخته که از یک فقیر بترسد، از یک مسکین بترسد، لذا چیزی خونهش میاره از پیش او پنهان بکنه که اون نبینه، وقتی سوال نکند. اونها همین کردن، میترسیدن از چی؟ الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین، از اینکه داخل نشود امروز در این باغ بر شما مسکینی، هیچ مسکین و فقیری نیاد و از ما میوهی نخواد. وغدوا على حرد قادرین، الله می فرماید اینها صبح کردند در حالی که فکر می کردند على حرد، بر منع مردم، بر جلوگیری مردم قادر بودند. یعنی فکر می کردند ما دیگه میتونیم جلوی فقرا رو بگیریم، چون سر صبح نه اعلامی کردیم، زمانی میریم که اون زمان معمول باغداران نیست. فلما رأوها، الله می فرماید زمانی که اینها باغ خودشون را دیدند، قالوا انا لضالون، ابتدا گفتن ما راه گم کردیم، راه را گم کردیم. بعد از اینکه اطراف را خوب نگاه کردن، نه بل نحن محرومون، نه مسئله چیزی دیگه هست، ما محروم شدیم، خدا از ما گرفت، خدا ما را محروم کرد. الان اون برادر وسطی که از اینجا معلوم میشه که قبلا همین برادر تذکر داده بود که اینطور خوب نیست که ما میکنیم، الان اون برادر بهشون گفت، یادآوری کرد، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، متوسطشان گفت، وسطی گفت آیا من نگفتم به شما لولا تسبحون، شما چرا تسبیح نمیگویید؟ تسبیح یعنی چی؟ لولا تنزهون الله عن الشرکاء، چرا پاکی خدا شرکا بیان نمی کنید؟ شما چرا همراه با شرک، با استمداد از غیر خدا می آیید؟ یکی از دلایل فساد عقیده بود و یکی از دلایل فساد اخلاق. فساد اخلاق به معنی بخل، به معنی اینکه کسی مطلع نشود. لذا الله می فرماید قال سبحان ربنا، الان اعتراف کردن، توبه میکنه، قال سبحان ربنا انا كنا ظالمین، آنها گفتن رب ما پاک است، واقعا شریک ندارد،
ما ظالم بودیم، ما بر خود ستم کردیم. فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، آنها روبروی هم شدن، هم دیگر را خطاب کردند، بعضی بر بعضی هم دیگر را ملامت می کردند. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ای وای بر ما، تأسف بر ما که ما انسان های طغیانگر بودیم، ما واقعا سرکشی کردیم، کار خوبی نکردیم، هم عقیده ما خوب نبود، هم اخلاق ما خوب نبود، هم استمداد از غیر خدا و هم بخل و از کنم که حرص بر ما. اما این توبه را که کردیم، الله عزوجل اشاره می کند انسان به این جایگاه پستی و انحطاط برسه، هم اگر توبه بکند امیدی برایش هست، چون که الله عزوجل امیدی را اظهار می کند از طرف اونها. عسى ربنا، از سوی پروردگار ما این امید هست که ان یبدلنا خیرا منها، این که به برکت این توبه، چون توبه کردند، انا كنا ظالمین، اعتراف به گناه کردند، لذا به برکت این توبه ان یبدلنا خیرا منها، این که جایگزین بفرماید برای ما بهتر از این باغ را خدا از ما گرفت، اشتباه ما بود، خدا برای ما بهتر از این بگرداند. امروز هم زمانی هست که متاسفانه مردم در بازار با مشکلات مواجه هستند، ورشکستگی، عرض کنم که مسائل مالی، مشکلات مالی، بدهکاری، تا جای رسیده که خیلی از افراد نمیتونند در جامعه زندگی بکنند، مخفیاً. بعضی ها تو زندان ها هستند، بعضی ها موندن که چیکار بکنند، بعضی حتی دنبال ملاها هستند، تعویض میخواند، فکر میکنند که فقط با تعویض موضوع حل میشه، میگن که کاروبار خرابه. در واقع همه اینها علت داره، همه اینها دلایل داره. الله عزوجل اینجا یه جریانی برای ما تعریف کرد و در همین جریان ما متوجه شدیم که این بدبختی به خاطر، نمیتونیم بگیم یه حادثه طبیعی بود، یه بادی بود، یک به هر حال آتش سوزانی بود، نه، یه علتی داشت، علت را الله بیان فرمود. لذا هر چیزی معلول به علت هست، هر چیز دلیلی داره. نمیگیم هر جا که مشکلی آمد حتما عذاب و گرفت خداست. در بسیاری موارد الله تعالی بندگان خودش را امتحان هم میکنه، برای بعضی سبب رفع درجات هم میشه. اما خیلی ها هستند که به خاطر ندانمکاری های خودشون تنبیه میشن، متنبه میشن. به عنوان مثال عزیزی تعریف میکرد، میگفت من خیلی سرمایه داشتم، به قدری سرمایه داشتم که احساس خطر میکردم فردا یه اداره، یه ارگانی از من سوال نکنه که اینها را از کجا آوردی. لذا رفتم از بانک وام گرفتم، نیازی به وام بانک نداشتم، 60 میلیون وام گرفتم، اونم فقط و فقط به خاطر این که اگر فردا کسی گفت من بگم بابا من وامدار دولتم، من از دولت گرفتم، این سرمایه از کجا آوردی؟ من از دولت وام گرفتم، کار کردم، فقط به این بهانه من وام گرفتم. همون وام باعث شد که من به خاک سیاه نشستم، همه چیزم را از دست دادم. لذا گاهی انسان خودش متوجه میشه که ضربه را از کجا میخوره. خدا کنه ما متوجه بشیم، توبه بکنیم مثل این برادران و جبران بکنیم. گاهی انسان متوجه نمیشه، باید انسان تحقیق بکنه، حداقل انسان استغفار بخواد. به همین خاطر گفته این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دعای یونس علیه السلام برای حل هر مشکلی و هر اشتباهی که انسان میکنه. اکثر مشکلات به سبب اشتباهات خود ما هستند. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. الله میفرماید هر مشکلی برای شما پیش میاد به سبب عملکرد خودتون هست. خیلی ها را خدا معاف میکنه، خیلی اشتباهات و لغزشات هستن خدا محافظه نمیکنه.
لذا برای هر یکی اگر ما استغفار بکنیم این از تعویض گرفتن ما بهتر است. شاید ما یک جای اشتباه کردیم، یه جای دلی را رنجاندیم، یه جایی بر سر مظلومی زدیم، بر کسی ستم کردیم، معلوم نیست که الله عزوجل از کجا ناراضی شده. لذا هر مشکلی پیش میاد انسان به سوی خدا برگرده، توبه بکنه، الله جبران میکنه. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، خداوند برای ما جایگزین بکنه بهتر از این. انا الى ربنا راغبون، ما به سوی ربمان برمیگردیم، رغبت میکنیم، ما به سوی ربمان رجوع میکنیم. الله عزوجل بعد از اینکه این واقعه را بیان فرمودن و یک نتیجه بسیار جالبی از این واقعه به دست ما افتاد، حال روی سخن و لگام سخن برمیگرده به سوی اهل مکه. الله میفرماید کذالک العذاب، ای مخاطبین قرآن، ای کسانی که کلام الله را میشنوید، عذاب این چنین میآید، این در دنیاست. کاش که به عذاب دنیا اکتفا میشد، به این هم اکتفا نمیشه. الله میفرماید عذاب آخرت بزرگتر است. کذالک العذاب، عذاب این چنین هست. ولعذاب الآخرت اکبر، عذاب آخرت به مراتب بزرگتر و سنگین تر است از عذاب دنیا. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستند. البته لو کانوا یعلمون را دو تفسیر کردن، بعضی ها لو گفتن تمنی هست، کاش میدانستند مردم. بعضی گفتن لو شرطیه هست، لو کانوا یعلمون لا یشرکون، اگر مردم میدانستند شرک نمی کردند، اگر مردم میدانستند بد عمل نمی کردند، اگر مردم میدانستند ظلم و فساد نمی کردند. خب این نمونه از عذاب بود برای اهل شرک در دنیا. قیامتش خیلی سخت تره. هر جا که خدای عزوجل، معمولا سنت الهی در قرآن همینه، هر جا که وعیدی بیان میفرماید، عذابی بیان میفرماید، اونجا بشارت و مجدی هم هست که ما هم امیدوار باشیم و هم احساس خطر بکنیم. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بر این دوتا دایره که هم از خدا بترس و هم امیدوار باش. لذا هم تخویف، هم تبشیر، هم بشارت، هم وعید. الله می فرماید ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، همانا برای متقیان نزد پروردگارشان جناتی هست، باغاتی هست که سراسر نعمتند. افنجعل المسلمین کالمجرمین، الله می فرماید آیا ما مسلمانان را مثل مجرمین قرار میدیم؟ نه خیر، مسلمین در ناز و نعمتند، در جنات نعیم هستند. ما لکم کیف تحکمون، شما مشرکینی که انتظار دارید مسلمانان از خود مقداری نرمش نشون بدن تا شما با هم برابر بشید، نه، مسلمین مثل شما مجرمین نیستن. ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را؟ چگونه شما قضاوت میکنید؟ چگونه داوری میکنید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، خدا میفرماید بر آنچه که شما انتظار دارید شما چه دلیلی دارید؟ آیا دلیل نقلی دارید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، آیا کتابی دارید که در اون میخوانید؟ این مطالبی که پیشنهاد میکنید از یک مدرک درست کتابی هست؟ ان لکم فیه لما تخیرون، یا این که برای شما هست اون چیزی که شما میپسندید، هر چی که شما بخواهید همون میشه؟ نه، شما با مسلمانان، با متقیان فرق دارید. ام لکم ایمان علینا بالغة الی یوم القیامه، یا اینکه شما پیمانی با ما دارید، ایمان به معنی میثاق، پیمانی بر ما دارید که برسد تا روز قیامت شما را خدا عذاب نده، چون که نمونه از عذاب بود. حال خدای عزوجل میفرماید این عذاب برای شما هم میاد، شما هم خونتون رنگین تر از اونها نیست.
لذا شما آیا پیمانی دارید که اون پیمان تا قیامت برسه؟ یعنی تا قیامت خدا با شما کاری داشته نباشه؟ ان لکم لما تحکمون، همانا برای شما هست اون چیزی که شما داوری بکنید، شما قضاوت بکنید، هر چی شما بگید. اگر این چنین هست کسی از شما ضمانت میکند که هیچ عذابی بر شما نیاد؟ سلهم ایهم بذلک زعیم، ای پیامبر از اینها بپرس که کدوم یک از اینها ضامن میشه برای اون چی که میگه که برای ما هیچ مشکلی نمیاد، برای ما عذاب نمیاد. خداوند که نمونه عذاب بیان کرد، کی ضامنی که نیاد؟ یا اینکه شاید، چون چند احتمال بود، شاید اینها مغرورن بر خدایان و آلهه باطله. ام لهم شرکا، یا اینکه برای اینها شرکا و خدایانی هست، اونها برای اینها کاری میکنند. الله میفرماید فلیأتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین، آنها شرکای خودشان را، خدایان خودشان را بیاورند اگر راست میگویند. سبحان الله، اون روز که بیاد، اون روز سخت، نکار عابده، نکار معبوده، نکار خدای باطله، نکار مشرکه. الله عز وجل از صحنه سخت روز قیامت می فرماید یوم یکشف عن ساق، روزی که ساقها بالا زده میشه، ساقها لخت کرده میشه. ساق پا منظور است. معمولا شما وقتی که جایی که برید حالت عادی باشد، لباستون هم حالت عادی داره، اما یه جایی احساس بکنید که احساس خطر بکنید، زمین خراب باشد، گل و لای باشد، خطر سقوط و افتادن باشد، خطر آلودگی لباس باشد، لذا جایی که مشکل باشد آدم چیکار میکنه؟ لباسش را بالا میزند. چنان بالا میزند که ساقش چی؟ ظاهر میشه. پس ساق، ظاهر شدن ساق کنایه از شدت است، کنایه از سختی هست، جایی هست که حالت عادی نیست. لذا الله می فرماید یوم یکشف عن ساق، روزی که صحنه بسیار سخت میشه. یکشف عن ساق یعنی ساق، لباس از ساق برداشته میشه، ساق کشف میشه، ظاهر میشه، یعنی صحنه بسیار بدی خواهد بود. در اون روز مشرکین به سوی سجده فراخوانده میشوند و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، به سوی سجده فراخوانده میشوند، نمیتوانند سجده بکنند. چرا؟ چون جای سجده اونجا نیست. اشاره هست به صحنه در روز قیامت. در حدیث صحیح میآید، در صحیح مسلم میآید که الله عزوجل در روز قیامت اعلام میکند هر کسی در دنیا کسی را پرستش میکرده، عبادت میکرده، دنبال او بره. همه مشرکین به زعم این که دنبال خدایانشون میرن به طرف جهنم میرند و اونها در جهنم انداخته میشوند. فقط مسلمان ها میمانند. الله عزوجل میآید به این، از متشابهات هم از این حدیث، الله به شکلی میآید که مؤمنین نمیشناسند. الله میگه من رب و من معبود شما هستم، میگن که نه، نیست شما، چون نمیشناسند. الله عزوجل علامتی را نشون میده، چیزی را نشون میده که اینجا ما نمیدونیم، اونجا الله علمش را به ما میده. همه میشناسند که رب ما هستی، همه به سجده میافتند. منافقین هم در همین میان هستند، مشرکینی که منافق بودند، اما الله عزوجل کمرشون را تخته میکنند، دلا نمیشه. اینا میخوان سجده بکنن نمیتونن، فشار میاره، آخر به پشت میافتند، پشت سر میافتند. الله میگه فرمای شما جز اینها نیستید،
شما جز عابدان من که مرا پرستش میکردید نیستید. اشاره به اونجاست و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، آنها به سوی سجده فرا خوانده میشوند، فلا یستطیعون، نمیتوانند سجده بکنند، خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله، الله میفرماید که چشمایشون پایین هست از بس که خجلند، ترهقهم ذله، ذلت اونها را تحت پوشش قرار میده. چرا؟ به این حالت زار. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، الله می فرماید در دنیا اینها دعوت داده می شدند، فراخوانده می شدند به سوی سجده، و هم سالمون، آنجا در دنیا تندرست بودند، اونجا سالم بودند، اونجا رب را سجده نکردند، اینجا هم نمیتونند. لذا از سجده رب که محروم بشن، از الطاف و رحمتهای پروردگار هم محروم بشن. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث، این مطالب زیبا و این مطالب نغز را که الله عزوجل در کلامش بیان می فرماید و واقعا هدایتگر هستند، بعد از این الله عزوجل وعید بیان می فرماید، سرزنش می کند اون انسانهایی را که این قرآن را تکذیب می کنند، این قرآن را باور ندارند. الله می فرماید فذرنی، بگذار مرا، یعنی من به حسابش می رسم. و من یکذب بهذا الحدیث، اون انسانی که تکذیب می کند این سخن را، کسی که قرآن را تکذیب می کند، من به حسابش می رسم. شاید برای شما این شبهه پیش بیاد، در آینده این شبهه جواب داده شده که کسانی که قرآن را باور ندارند وضعشون از وضع ما در دنیا بهتره، امکاناتی که اونها دارند ما نداریم، تجهیزات و تسلیحاتی که اونها دارند ما نداریم، بلاد خصب و آبادی که اونها دارند ما نداریم، اون نعمتهایی که اونها در اختیار دارند، اون ثروت و مالی که اونها دارند، اون خوشحالی و شادمانی و رفاهی که اونها دارند مسلمان ها ندارند. چگونه الله عزوجل می فرماید من به حسابشون می رسم؟ اولا این که خداوند که به حساب برسه، نه در دنیا، در آخرت. دنیا دارالعذاب نیست، دارالجزا نیست، دارالامتحانه. دوم، اگر یک مشرکی شرک می کند، کافری کفر می کند، ظالمی ظلم می کند، منکری انکار می کند، با وجود این می بینی که شرایط زندگیش خوبه، کارهاش وفق مرادش پیش میره، این استدراج است. این را میگن استدراج. ما در چندین آیه از آیات قرآن مجید، بالخصوص اخیراً در سوره اعراف خواندیم که الله عزوجل ابتداءً کسانی که انکار بکنن توحید را، ایمان را، اسلام را، الله ابتداء گوشمالی میده، بعضی مشکلات میاره، شاید متنبه بشند. متنبه که نشدند، خدای عزوجل از هر طرف فراخی و آبادی و همه چیز را طبق دلشون و طبق میلشون میگرداند. این را میگه استدراج. یعنی خدا دیگه میخواد که این انسان تدریجاً کم کم بره به اوج گمراهی، به اوج طغیان و سرکشی، به بالاترین قله بره قرار بگیره. از اونجا الله میزنه اون را، وقت زدنش، اون وقتی که الله بهتر میدانه. لذا الله میفرماید سنستدرجهم، ما آنها را تدریجا میبریم، کم کم میبریم، به جلو میبریم، من حیث لا یعلمون، از اون طریقی که آنها نمیدانند، خودشون متوجه نیستن که این استدراجه. و املی لهم، ما در مهلت دادن به اونها مهلت میدیم، در عذاب به اونها مهلت میدیم. ببین اگر واقعا خدا فوراً مؤاخذه میکرد در دنیا، فوراً هر مجرمی را، هر مشرکی را، هر ظالمی را، خب همه متوجه میشدن، اون وقت اجباراً مردم میترسیدن از عذاب خدا، اجباراً همه مسلمان میشدن، همه عادل میشدن. اون وقت میشد یک ایمان جبر، یک ایمانی که از روی مجبوریه.
لذا الله این کار را نمی کند. الله آزاد می گذارد، بعضی ها را گوشمالی میده. در دنیا بنا نیست که مؤاخذه بشن. لذا الله می فرماید و املی لهم، من آنها را مهلت میدم در عذاب دنیا. ان کیدی متین، همانا گرفت من سخته. حتی بعضی از مفسرین همین نعمتهایی که اونها دارند این نعمتها را تبدیل به کید کردن. تفسیر مظهری نوشته فالکید من الله الانتقام بصورت الانعام. کید و تدبیری که الله برای اونها میکنه همین انتقامی است که به صورت نعمت به اونها میده. همه چیز فراوان دیگه، اینها هرگز به سوی ایمان و هدایت فکر نمی کنن. این انتقامیه، خدا داره اونها را از ایمان محروم میکنه. ام تسألهم اجرا، آخر چرا اینها ایمان نمی آورن؟ الله سرزنش بیان می فرماید ام تسألهم اجرا، ای پیامبر آیا شما از اونها اجر و مزد می خواهید که فهم من مغرم مثقلون، آنها از تاوان اون زیر بار باشند. یعنی چنان به شما حقوق میدن که زیر بارند، به همین خاطر حرف شنوی ندارد شما. ام عندهم الغیب، یا این که نزد اونها غیب هست. فهم یکتبون، اینا از اون کتاب غیب داره مینویسه همه چیز را. نه، بغیر از گمراهی اونها چیزی دیگه نیست. شما صبر کنید. دعوتگر باید حلیم باشه، صبور باشه. مسلمان اصلا باید صبور باشه. خیلی زود به دنبال انتقام نباشید. و الله عزوجل به پیغمبر خودش میفرماید فاصبر لحکم ربک، برای حکم و قضاوت پروردگارت صبر کن و عجله نکن. ولا تکن كصاحب الحوت، و نباش مثل صاحب ماهی. عجله کرد سیدنا یونس علیه السلام. البته ایشون اجتهاد کرد، از بعضی از آثار عذاب که دید احساس کرد دیگه عذاب داره میاد. هنوز خدا نگفته که شهر را ترک بکن. فکر کرد دیگه کم کم باید برم، چون میدونست که جایی که پیغمبر باشه عذاب نمیاد. تا زمانی که من نرم عذاب نمیاد. لذا عجله کرد، بدون هماهنگی رفت. که رفت چی شد؟ در سوره یونس هم میخوانیم. اینجا به صورت اجمال و خلاصه الله میفرماید ولا تکن كصاحب الحوت، و نباش مثل صاحب ماهی که وقتی که به تنگ آمد از دشمنان زود رفت. اذ نادا، مسئلهش آخر بجای رسید که اذ نادا و هو مکظوم، زمانی که الله را ندا کرد در اون شکم ماهی. و هو مکظوم، اون پر از غم بود، غمگین بود. مکظوم یعنی مملوء غمن، پر از غم بود، پر از اندوه بود که من اشتباه کردم. و بار بار اون کلمه پشیمانی و کلمه ندامت را میخوام. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اونجا که این آیه را بخوانیم هم انشاءالله اونو میخوانیم، ولی این من الان خدمت شما عرض کنم این آیه بهترین تعویض هست. خود قرآن به عنوان تعویض معرفی کرده. بهترین تعویض است برای حل هر مشکل. مشکل خانوادگی داری، مشکل قومی داری، مشکل سیاسی داری، مشکل بازار و تجاری و شکستگی داری. خدا وعده کرده. الله میفرماید که یونس خواند که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این کلمات را خواند فاستجبنا له. الله میفرماید ما اجابت کردیم به برکت این کلمه. و نجیناه من الغم، او را از این بار مصیبت نجات دادیم. تا اینجا تمام نشد. شاید شما بگید خب این مخصوص اون پیغمبر بوده. باز الله میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین،
مؤمنین را همینطور ما نجات میدیم. یعنی اگر مؤمنی به خاطر اشتباهاتش، به خاطر لغزشاتش گرفتار شد، به تعبیر محلی ما گلویش خشک شد، پریشان شد، هر نوع پریشانی برای عزتش، برای آبرویش، برای خانوادهش احساس خطر میکرد، او بخواند ما نجاتش میدیم. این وعده الله است. از این وعده چی بالاتر، از این تعویض چی بالاتر؟ لذا الله میفرماید لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر اون صاحب حوت را نعمتی از جانب ربش او را در نمیافت، لنبذ بالعراء، او در جنگل و در بیابان انداخته میشد، یعنی اون را مینداختند. و هو مذموم، مذموم یعنی ملیم، همیشه مورد مذمت و ملامت بود. اما الله عزوجل او را انتخاب کرد، فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. الله او را انتخاب کرد به برکت رجوع، به برکت توبه، به برکت این کلمات ندامت و پشیمانی. فجعله من الصالحین، الله عزوجل او را قرار داد الصالحین. من الصالحین ای من الکاملین فی الصلاح، در صلاح کامل بودن. ببین صالح، انبیا که درجات خودشون از صالحین به مراتب بیشتر است. بعضی از مفسرین گفتند که همونطور که ما عموم مؤمنین بین خودمون صالحین داریم، انبیا هم یک درجه در میان انبیا هست که بعضی انبیا را الله عزوجل صالحین فرموده. و زکریا و یحیی و الیاس و ادریس کل من الصالحین. بعضی از انبیا این یک درجه در میان خود انبیاست، نه با این صالح بودنی که ما داریم. لذا خداوند به اون صلاح او را رسانید، کمال صلاح. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. به پیغمبر فرمود خداوند که شما عجله نکن برای عذاب، شما تعجیل داشته نباش، مثل یونس نباش. اما اینجا زجر و توبیخ بر مشرکین هم خدا بیان می‌فرماید. مشرکین هم وقتی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه می‌کردند، یک نگاه زهرآلودی داشتند، یک نگاهی که پر از تعصب، پر از بغض، پر از عناد بود. و این یکاد الذین کفروا، این مخففه من المثقله است، ای انه، شأن این است که یکاد الذین کفروا، نزدیک از کسانی که کفر کردند، لیزلقونک بابصارهم، شما را بلغزانن با چشمانشون. بلغزانن با چشمانشون یعنی چه؟ یعنی چنان خیره خیره نگاه میکنند، چنان زهر چشم به شما نشون میدند که میخواهند شما در مقابل خواسته های اونها نرمش نشان بدهید، میخواهند شما از مسیر خودتون یه مقداری عقب نشینی بکنید. همونطور که امروز هم اهل باطل همین کار را میکنن با اهل حق. اول تطمیع میکنند، میگن ما به شما هر چی میخواید میدیم ولی با ما باشید. بعداً تهدید میکنند، زهر چشم نشون میدهند و میگویند چنین و چنان میکنیم. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم را هم تطمیع کردند. اونجا که خواندیم ولا تطع كل حلاف مهین، بعضی ها گفتند منظور از اون اطاعت اون تطمیعی بود که برای رسول الله اونها کردن به پیغمبر. گفتن شما بیا دختر میخوای دختر میدیم، پول میخوای پول میخوایم، سرداری و سیادت میخوای اون به شما میدیم، هر چی میخوای ما به شما میدیم. هم تطمیع کردند هم تهدید کردند. این دو روش همیشه هست. اهل حق باید خودشون را آماده بکنند. کار دین خصلتش و خاصیتش اینه که دشمنان راضی نمیشن به هر صورتی باشن، چه از
طریق تطمیع یا از طریق تهدید میخواهند بلغزانند ما را، از مسیرمون فاصله داشته باشیم، از مسیر حق که داریم میبریم و داریم فعالیت میکنیم یک مقدار عقب بکشیم، بترسیم. لذا الله میفرماید و این یکاد الذین کفروا، همانا نزدیک از کسانی که کفر کردند میخواهند لیزلقونک، تفسیر خازن نوشته لیخوفونک، شما را میترسانند، شما را زهر چشم میدند، بلغزانند شما را به وسیله چشمانشون. لما سمعوا الذکر، وقتی که این ذکر، این قرآن را میشنوند، این پند و اندرز را میشنوند. و یقولون انه لمجنون، ایذای فعلی بود، این ایذای قولی. اون شکنجه عملی بود، این شکنجه قولی. گاهی به وسیله زهر چشم شما را میترسونن، گاهی شما را مسخره میکنن، این دیوانه است. القاب مختلف، کلمات مختلف، نسبتهای ناروا، این کار دشمنان هست، این از امروز نیست. و یقولون انه لمجنون، میگوین این مجنون هست، در حالی که این جنون نیست. این قرآن و پیامبر ما مجنون نیست. و ما هو الا ذکر للعالمین، این قرآن نیست مگر پند و اندرزی برای همه عالمیان، برای همه جهانیان. و پیامبر ما هم مذکر هست، نذیر هست، ترساننده هست، مجنون نیست. لذا در این سوره مبارکه ما خواندیم که اونها میخواهند پیامبر عظیم الشأن اسلام در ارتباط با مسائل توحید بالخصوص، مسائل دینی، از خود نرمش نشان بده. اما رب سبحانه و تعالی فرمود شما از خود نرمش نشون نده. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.